دیگه چی؟ اعزت علی الکافرین. قیافه برای شیعه نگش، شاخاشونه برای شیعه نکش، قیافه برای شیعه نگیر. قیافه میخوای بگیری برای دشمن قیافه بگیر. اصفهان ما یه ویژگی خوبی که داره اینه، مهمون زیاد داریم، به خصوص برادران افاقنه. استاد ما آیت الله امامی فرمود، به این قرآن گوش بدید من حجت تمام کنم، بهترین شیعه، خالصترین شیعه، آقا حسن امامی فرمودن، رو کره زمین شیعه افغانیه. بدترین سنی و وهابی ترین وهابی هم رو کره زمین سنی افغانیه. من یه سوال دارم، آقایون شیعیان ایرانی، چقدر شیعه افغانی را اذیت کردیم؟ چقدر دلشو سوزوندیم؟ چقدر مسخرش کردیم؟ چقدر کوچیکش کردیم؟ و ما امام زمانی هستیم. میدونید یاران امام زمان کمترینشون عربن و بیشترینشون اروپایی هن؟ میدونستید؟ میدونستید یه زمانی اسلام در بین عرب ها بود، بعد افتاد دست ما ایرانی ها و ما ایرانی ها داریم از اروپایی عقب میفتیم و اروپایی ها که دارن مسلمان میشن عمل به اسلامشون از ما ایرانی ها تندتر و بهتر شده و ما به گرد پاشون هم نمیرسیم. به جرم اینکه افغانیه چرا کوچیکش کردی؟ نمیدونسته افغانی تو افغانستان شیعه داره هر روز کشته میده، هر روز داره شهید میده، به جرم این که میگه یا علی. برای شیعه قیافه میگیری؟ عرب کربلایی رو میبینی قیافه میگیری؟ عراقی شیعه رو اذیت میکنی؟ پاکستانی شیعه رو اذیت میکنی؟ ما میگیم به سنیش احترام بگذار که این سنی اگر شیعه نشه وهابی هم نشه. میگیم به سنیش توهین نکن، به شیعهش توهین میکنی؟ برات بگم کعبه رو چرا دورش میتابیم؟ کعبه چون علی درش به دنیا آمده است ما بهش احترام میگذاریم و قبله مسلمینه. هر قلبی که حب علی توش باشه کعبه است. دور شیعه علی طواف کن، میخواد عرب باشه، عجم باشه، افغانی باشه، سیاه باشه، سفید باشه، فقیر باشه، غنی باشه. شیعه ها باید دستشون دست همدیگه باشه. داشتم یه رو رد می شدم، چند تا بنای افغانی رو تا میخورد میزدنش، زدم کنار رفتم. آقا چی میکنی؟ بنده خدا مشکل جسمی هم داشت. چرا میزنیدش؟ گفت برای اینکه این یه جوری کار میکنه اوستا کار ما توقعش رفته بالا، میگه بسی این کار کنی، ما میزنیمش که اینقدر قشنگ کار نکنه. بعد گوه اوستا کار ما تو سر ما میزنه، میگه یه افغانی به اندازه 5 تا ایرانی کار میکنه. بودم اگه دروغ میگه؟ اگه دروغ میگه؟ خب آقای شیعه تو کارتو ببر بالا، تو تن به زحمت بده. وقت دلمونو خوش میکنیم میریم روزه. حسین جان انشالله کربلا بودیم، میدونه امام حسین با آفریقایی سیاه تو کربلا چجوری برخورد کرد؟ حالا آفریقا بود، جون غلام حبیب. امام حسین در کربلا صورتش رو صورت 3 کس گذاشت،
فوضع خده علی خده، یکی علی اکبر، یکی ابوالفضل، یکی جون. ما اگر اربابمون حسین سیاه و سفید براش یکی بود، عرب و عجم براش یکی بود. چرا افغانی میکنیم؟ چرا عرب میکنیم؟ چرا عجم میکنیم؟ این حرفا مال ما نیست بابا. از اعزت علی الکافرین، در مقابل کسایی که با علی من و تو دشمنن، با ابهت باش. اعزت علی الکافرین. دیگه چی؟ یجاهدون فی سبیل الله، دائم مجاهد در راه خدا. جهاد با سخن، جهاد با قلم، جهاد با قدم، جهاد با منبر، جهاد با کتاب نوشتن. جهاد کنید، جهاد کنید. الان من رو منبر نشستم جهاد میکنم با این مریضی، جهاد میکنم. شما رو هم تشویقتون میکنم به جهاد کردن. آقایونی که جوانایی که اهل اینترنت هستی، یه وبلاگ درست کن به نام امام زمان، یه سایت درست کنید به نام حجت ابن الحسن، به نام امام حسین. جهاد